یک خواستگاهی داشتیم به تاجیکستان فرستادیم و خواستیم که اونها با ما ترجمه کنند و رئیس کمیته زنهای تاجیکستان رسانند و ما از اونجا یک کاغذ یک جواب گرفتیم که در اینجا اول به زبان روسی نوشته شده است. صفحه دوم رو برمیگردونیم. در اینجا علاقه مراجعتنامه یکم به وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان است که در اینجا اکنون ترجمه تاجیکی آمده است، گویا از روسی به تاجیکی ترجمه کردند. خود یک بینید که این ترجمه روسی تاجیکی که عموما این دیگر چیز هست، تماما با یکون ترجمه هم درست نمیگیرد. باز این نتریس این رو در اینجا نوشته شده که ترجمه درست است. 23/05/2017 در این دیگرش نوشته که 22/05/2017 notarius Gulomova است. این یکمش غلامова، اکنون دویمش باشد وزارت جمهوری تاجیکستان وکالتنامه است. وکالتنامه است که اصلیش می باشد. اکنون شما در اینجا نوشته شده است که پیریود کرده شده است یا ترجمه کرده شده است. اکنون شما بر کپی این نگاه کنید که این رو ماندم که این کپی خود نمی است. اون رو مرحمه نگاه کنید. اکنون با این رقم این در قسم پایان نگاه کنید که آیا این رو از اون کارخانه یا از اون وزارت قبول کرد. حالا که چیزی که ما می‌بینیم رقم این خط 0526 در این طرح باشد، در خودی کپی این تماما نامعلوم است. شما می‌دانید که